با مقصد رشد ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و تحکیم همبستگی و دوستی میان کارمندان تشکیلات و اداره‌ها و مؤسسه کارخانه‌های ولایت سوخت در شهر خوجند بخشیده به روز جهانی فوتبال، مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت برگزار گردید. مسابقه که از سنه 26 می سال روان آغاز گردیده بود، با اشتراک 12 دسته برگزار شده طول چند هفته بهترین دسته ها در فضای رقابت سالم برای دریافت عنوان قهرمانی بین هم سبقت نمودند. طبق نتیجه های نهایی، جای یکم نصیب دسته ریاست تندرستی ولایت سوخت گردیده، جای دوم را دسته مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت صاحب شد. مقام سوم و دسته های کالج طبی شهر خوجند به نام یوسف اسحاقی و ریاست مالیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت سزاوار دانسته شد. در مراسم جنبستی مسابقه رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت اشتراک نموده، غالبان و جایزه‌داران را برای دریافت مقام‌های فخری مبارکباد نمودند. ضمن سخنرانی تاکید گردید که برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی برای عمومی‌گردانی فوتبال، تحکیم سلامتی جامعه، بلند برداشتن روحیه دوستداران فوتبال و رشد مناسبت‌های دوستانه میان کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها اهمیت مهم دارد. در انجام چهاربینی به دسته‌های غالب و جایزه‌دار جام، دیپلم، مدال و تحفه‌های خاطروی رئیس ولایت سوخت، رئیس فدراسیون فوتبال ولایت رجب احمدزاده در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند. مسابقه فوتبال برای دریافت جام رئیس ولایت به اتمام رسید. همه دسته ها در این بازی خیلی پرقوت بودند، اما نوبسته از پرقوتی آنها دسته ما یعنی تندرستی جای یکم را اشغال کرد. ما با فدراسیون فوتبال ولایت سوخت مننتداری خود را بیان میکنیم. میخواهیم در آینده خیلی بازی زیاد شود و کارکنان تشکیلات مؤسسه دائما با فوتبال مشغول باشند.